روزی روزگاری در یک روستای کوچک خانه‌ای قدیمی و متروک وجود داشت که همه اهالی روستا از نزدیک شدن به آن پرهیز می‌کردند. گفته می‌شد که این خانه توسط روح یک زن تنها عذاب‌دیده تسخیر شده است. یک شب پسری جوان به نام آریا تصمیم گرفت که شجاعتش را آزمایش کند و به آن خانه برود. او با چراغ به سوی خانه رفت و درب قدیمی را فشار داد. درب به آرامی باز شد و صدای جیرجیر آن در سکوت شب پیچید. آریا وارد خانه شد و با نور چراغ به دنبال نشانه‌هایی از وجود روح گشت. در اتاق‌های تاریک و پر از گردو ناگهان صدایی آشنا به گوشش رسید. صدای ناله‌ای خفیف که از اتاق بالایی می آمد. آریا با دلخوشی به سمت پله‌ها رفت. اما هر قدمی که برمی داشت احساس سرما و وحشت او را فرا می گرفت. وقتی به اتاق بالا رسید در آن را باز کرد و دید که یک زن با لباس سفید و موهای پریشان به دیوار تکیه داده است. چهره‌اش در تاریکی دیده نمی‌شد. اما صدای او مانند